مرا میبخشه باشد نمیبخشد. یا خدا اوه سمی دعایم از برای تو. یا خدایا انشالله میبخشد. دوملا زیا خانم زهرا، دوملا من برای عمل این شب از شما عذر پرسیدن میخواهم. چرا؟ برای با اون سمی احمق بازی ساخته کردنتان نه؟ دوملا غضب شوید همه روزی. کی؟ من غضبناک شدم؟ این کار ناگهان شد. من باید نمیگفتم و سمی یک باره. گوش کنید خانم زهرا، مشکلی در سمی نیست، مشکلی در شماست. فهمو؟ با سمی فاتحه ساخته، با من ازدواجی ساخته. این چی گپ ساخته همه چیز شما ساخته است. دوملا من از شما عذر میخواهم. گوش کنید، شخصی عذر میپرسیدگی باشد آن هم من هستم. فهمو؟ من باید با بازی ازدواجی ساخته همراه نمیشدم. خفه نشوید خانم زهرا، من یک دوملایم. خیر دوملایم یک طرف، من انسان هستم. دوملا میبخشید من این رو با شما چند بار گفتم خانم زهرا، اما شما ما رو هیچ گوش نکردید. ما رو هیچ گوش نکردید. دوملا نکنید. گوش کنید، همه چیزی شما ساخته بوده میتواند، اما من ساخته نیستم. فهمیدید خانم زهرا؟ من حقیقت هستم. این بازی رو دیگر دوام نمیدیم. به هیچ کجا نمیروید. فهمیدید؟ من حالا با بابایم چی میگویم؟ ها؟ این چی گپ خودش؟ باز انگشتری رو به سرم میپرسید. من بد اخلاقی کردم مگر؟ چرا خاموشی شده؟ گپ زنید. مگر این عمل ها به دوملا زیبنده است؟ نه. چی نه؟ باز به من مانند حیرت زده ها رفتار کرده استودید. از پشت شما من حالا بدتری روزهای حیاتم رو پشت سر کرده استودم. ای وای اینقدر هم نیوخه. شخصی که در این باره نداند گمان میکند که من گناهکار هستم. دوملا فریاد نزنید، بابایم میفهمد. کسشو نباید شنیدن گیره، پروایی نداره. البته پروایی نداره، زندگی شما خوش است. دوملا خودتون رو فکر میکنید همین خیلی؟ چی؟ خودم رو فکر میکنم؟ خانم زهرا، من مگر برای خودم رو فکر کردم با شما ازدواجی ساخته کردم؟ دوملا گفتم که داد نزنید، تمام شنوند. مگر همه در آخر نمیشنوند؟ حالا از شما میپرسم، لطفاً با من جواب دهید. مگر من برای خودم رو فکر کردم با شما ازدواجی ساخته کردم؟ ممکن خوبی کردید، من این را رد نمیکنم. میلش، اما برای خوبی کردتون این را شرط نیست که به سر من زنید. من این خیلی هوایی کار کردن رو دوست نمیدارم. چی انگشتری رو باز به سر من میزنید؟ هوایی؟ بله. بخیر است خانم زهرا، چه خیلی هوایی. من این کار رو با آخر میرسونم. فهمیده؟ تمام شد. چرا تمام شده؟ نباید تمام شود. چرا از روی یک مسئله پوچ به آخر رسد؟ نباید به آخر رسد. چی میگوید؟ تنها شما یار رو دوست دارید، ها؟ تنها شما در اطرافتان دوست دارید. عجبا من با آدمان چی بگم؟ خیر تمام. پس لطفاً مانند کودک رفتار نکرده این انگشتری رو به دستتون اندازید. شما حالا هم انگشتری رو تشت دادید. قرارم رو دادم، خفه نشوید. من میروم. به هیچ کجا نمیروید. مرا با درد و غم گرفتار نکنید. درد و غم؟ حالا با شما رو با درد و غم گرفتار کردم. بله، مرا با درد و غم گرفتار میکنید. نه. پس افتن انگشتری میروم گفتنتون این چی گپ خودش؟ مگر این درد و غم گرفتار شدنی؟ با خدا اکنون شما چه خیلی که فهمیدن گیرید خانم.
ایستید نروید حالا گپای من تمام نشده است اما گپای من تمام شده. شما چی گفتن میخواهید؟ چیزی که گفتم همش آشکار است. با من داد نزنید دامولازیو. شما داد نزنید خانم. شما اینقدر بی وجدان هستید؟ اومده باز بی وجدان شده من؟ بله بی وجدان هستید. نبینید حالا شما داد زده ایستاده. رفتار کنید که با دامولا زیبنده باشد. این چی علاقه دارد؟ بسیار علاقه دارد. یگان دامولا این رفتارهای کرده شما را اصلا نمیکند. بس است آخه دامولا بس است آخه. نفهمیدم شما چی از یک چیز خوردکک واهمه میکنید؟ خوردکک؟ بله خوردکک. لیکن واهمه کرده استودید. گویا که ما در حقیقت فاتحه شدیم، گویا که ما همدیگر را دوست می‌داریم. این خیلی رفتار کرده استودید. بسیار چیز عجیبه. البته دوست می‌دارم دیوانه‌وار دوست می‌دارم، مثل مجنون عاشق هستم. یگان گپ داری؟ چی شد؟ حیران شدی؟ بسیار حیران شدم دامولا. یعنی این ناممکن است. بس است زهرا میفهمی بس است. در حیاتم یگانه حقیقت تو هستی. تو رو دوست می‌دارم. در حقیقت بسیار حیران شدم چی گفتنم را نمیدونم. حسیاتت رو هیچ معلوم نمیکرده به خدا آفرین. حسیاتم رو معلوم نکردم؟ البته عزیزم اگر با دختری که حسیاتش از بین رفته است عاشق شوی عاقبتش همینه. دامولا مگر من حسیات ندارم؟ برای به حسیات شما جواب دادنم من باید حسیات داشته باشم و شما فکر میکنید من ندارم. زبانش برو چشم نرسد. حاضر جواب است همیشه. دامولا التماس بیایید حقیقت پرست شویم. مگر من به شما زیبندم؟ یک به خودتان نگاه کنید یک به من. عاشق شدید. این همه رو خیال کردید ها؟ به شما عاشق شدم. عشق هم باید منطق داشته باشد عزیزم. عشق هم باید منطق داشته باشد. در جایی که عشق هست مگر منطق میشود نه؟ منطق خاموش شده قلب گپ میزند. شما مگر یگان بار با قلبتون گپ زده اید؟ شما در حقیقت نفهمیده دامولازیا جان. مانند آن رفتار میکنید که گویا ما در حقیقت فاتحه شده و همدیگر رو دوست میداریم. خانم زهرا بس است آخه. بیایید تکرار با تکرار گپ زده یکدیگر رو نرنجانیم. علش سرمه. چی شد با من مرا کی زده باشد؟ اکنون که بودن هزار سیاه رو فهمیدی؟ زاوی سیاه مرا بشدم لیکن بسیار سخت لب تو کوبم کرده. دامولا با من چنین نمودار می شود که شما به این بازی بسیار داده شده اید. چی؟ این رو تنها برای خسر شدن بابایم کرده ایستادید. همین طور نی؟ اما شما مانند آنی که گویا من فاتحه شده اصلی شما هستم بردوام مرا گناهگار میکنید. حقی مرا پایمال کرده ایستادید و حالا از من باید عذر پرسید. چی؟ عذر بپرسم؟ بله عذر پرسید. در اصل شما از من باید عذر پرسید. زاغی سیاه کیست ها؟ او چرا مرا را تو کوب کرده؟ من چیکار کردم؟ سلام. میبخشید و من چرا از شما برای یک کار پوچ و به معنی سمی کرده عذر پرسم؟ یا خدا ممکن است همه درو گفته باشد. خیر گفتیم من احمق یگان چیز گفته است اما شما رد نکردید. شما در آنجا میگفتید که نه جناب اون فاتح شده من دامولا زیا گفته نتوانستم چون که سمی کار الکی به آخر رسانده بود. الکی گفته بود هیچ کار کردن نمیتوانستم. البته که او را جنگ کردم. سلامت باشه جنگ کرده بود است. هر چی کار میکردم دامولا زیا در نزد آن آدمان جدیت و راستی رو از دست میدادم. همین خیلی کردم. جدیت و راستی بوده است. خانم زهرا با شما یک چیز گویم شما در اصل امروز دامولا زیا را از دست دادید. یا خدای توبه چرا برگشت موضوع رو به از دست دادن و انگشتری پساتم میارید؟ زوره کردنم آخر به شما معلوم است کو؟ به خدا من میروم خانم زهرا. زوره کردن شما را هم نمیخواهم. نمیروید به هیچ کجا. منش ای حلقم خوک شده از فهماندن شما بازی رو برای خونه خوردم. به هیچ کجا نمیروید. از من عذر میپرسید.
ابا بله دوملوزیو شما چرا انتظاری؟ اول عذر میپرسید بعد این انگشتر رو با انگشتتون میاندازید کمی جدی میشویم جدی میشویم چی نفسن؟ آنها جنگ دارن؟ دامبلوی تیموسین انگشترین رو اندازید مرا در نزد مردم شرمنده نکنید مونده شدم خانم زورو مگر شما نمیفهمید من این انگشترین رو پرتافتم باز به اول آمدیم با اول نآمدیم با آخر رسیدیم دامبلو شما جدی میگویید؟ من با آدمو چی میگویم؟ با خدا این رو هنگام با سمی بازی کردنتون فکر میکرده؟ از پشت من آنها جنگ دارنده؟ زورکو دامبلو با شما چند بار این مسئله فهمونمه سمی برای خلاص شدن این کاری پوچ را کرد باورم نمیآید حالا همو رو پشتیبانی میکنی سرم حیران شده شبتون خوش دیگر این موضوع رو کشاله نکنید یعنی قرارتون را دادید بله من با بابایم چی میگویم با خدا این رو پیشتر فکر میکردی آخرون گفتن همین است بله شما چقدر انسانی سنگ دل بوده اید چی شده باشد؟ آنها جدا شدن؟ با خدا هیچ چیز رو نفهمیدم یا بسم الله خیز کنی حرکت های ناجان نکن زود تیار شو میرویم که اینجا از کجا خیسته؟ با زهرا جدا شدیم کار با آخر رسید از اینجا میرویم آبا چه جدا شده؟ بله برادر جدا شدیم خدایا سلی محو شدم سلین چی شد زورو؟ دامبلوزیو انگشتری رو پرتافت چی؟ دامبلوزیو انگشتری رو پرتافت و خیر از پشت این سمی بالا زده این رو که رو بی بسرم آمد آخر برادر دو روز پیش فوتیه شدی در رستوران این قرقز من بفایده بودم خاموش شو شبکت بسیار گرد نزن زود میرویم کیلت آخر تو عاشقی واسه چخیل رو پرتافته میروی چخیل عاشق پسرم چخیل عاشق نمیبینی آخر دختر ما رو دوست نمیدارد کیلت لباسات جمع کرده ایستی گویا که جای رفتن تا میدونی در این ساعت یک شب کجا میریم عاشقان خیلی نمیکنن چخیل عشق نه چخیل عشق با من فهمان عشق یک طرفه تا جای است بس که پر کن هم قنوز میگینی که میگی که زورا زنک باشه این مرده کیلت بخدو پیشکیل میگن که ایجا بریم خور و زور میشیم در کوچه میمونیم شوکت دیگر گرد نزن زود شو وقتمون رو نگیر برادر ای برگم شد خیلی شوکت بسیار گرد نزن بخشیشو یک چیز دیگر پرسم ما با کجا میرویم؟ نمیدونم شوکت اما از اینجا با دیگر جا هر کجای باشد زود باش ایت کجا میره با هم مسجد اصول دامون مسجد خواب کردم تاز را گردم در میکنم سرین من چی کار میکنم اکنون با بابایم چی میگویم زورو جون مرا گوش کن کمی آرام شم دوملوزیو سر که خیست یکون کار کرده دیلشون یابی سلین این خیر نیست او چونان جدی می نمود که گویا از کپش دیگر نمی گردن زورو رفته دوباره گپ میزنی دیگر ایلاج نیست
برادر اقلا بیایم با بوی اکرم خیر بگوییم ناآدمی میشود. شوکت در این شب یگان کس را بدور کردن لازم نیست. بعد زنگ زده میگویم برادر. خب بیا تو سهر بسیم با میریم. شوکت رفتیم میگویم وقتی مرا نگیر. تو هم چی قدر دورنده شدی؟ رنگ بومجو میگردیم شما دون ما در دست ما. راهگرد ای برادر اصول خوب کردم گرده چپ میکنم این سال گرده راست میکنم با همینجا میبینیم. شوکت در این خنوکی آدمانی هستن که در کوچه ها خواب میروند. تو چرا اینقدر غرغر میکنی؟ ابا چه پیشکه بخیر با این مچتا و خیر. ما را گوش کن. اون داملو از چی شد؟ فراموش کردم که پرسم. برادر ما را او بالای ما آدم زد. لیکن همه قجیان بسیاری داشته که همش همون جمع خورد و خوراک شده. در همین بیخونگی میگم برم همونجا خوب کنم. باز با او یکم حادثه رخ ندهد آخر من خواطر هستم. دامولا هم کودک که در بارش گفتی همی های؟ او هست. ای قشیرینه که پدنالا چلی ها؟ بله شیرین است. در این وقت تو چیکار میکنی؟ تو خنک نمیخوری؟ بیرون خنک از پسر. سیخ شدم هوای تازه برآمدم. خدا تا تو چه خیلی کودک هستی؟ یک اطراف رو بین کنی مانند تو یکم کودک با بیرون برآمده است؟ در حقیقت غیر همه کلاس یکم کودک نیست. ای بچه ایدومی دوملوزیو نگرد و خی پدرم نباشه. به مغازه شیرینی ها روه. این کودک ما رو گوش نمیکنه شوکت. نی. ای سگره گوش کن. ای بچه تو خونه او در داری؟ در کجا زندگی میکنی؟ شیرینی های فستیوال بسیار زیباست. چشمونش باشد زیباتر. نه بعد چند خیالی میشه و تو رو نمیشنوه. این بیاداب بچه بده پدر مادرش هایمی؟ داملازیو داملازیو زیا جان زیا یا خدایا رفته باشد داملا زیا سیرین داملا زیا رفته است چی؟ رفته است آخر نیست رفته است اکنون من چیکار میکنم بلو سنه استاد باش سحر روز از پیشمون برام هر بپرس هجری چی میگی؟ استاد حکم جراحی پلاستیکی کردن چیست؟ بخیر است تو کجایت رو جراحی میکنی؟ توبه استغفرالله من جراحی نمیکنم استاد. هجری من با تو چند بار گفتم که سوالهای دیگر کس رو آماده نپرسن؟ سوال دیگر کس نیست استاد از نام همه انسانیت میپرسم. یا خدا توبه درد انسانیت با تو مونده؟ چی می نویسی؟ درد انسانیت با تو ماند. یا خدا توبه در این سحر این چی بود؟ نویش هجری مدام نوشتن رو سر کردی دوام ده. حالا بین یک بنده حل کرده خدا را دیگر بندگان اگر دوست ندارند با آن کس از همین سبب جراحی کند گناه این جراحی کردهش از او نه بلکه از دیگران است. نوشتی؟ نوشتم استاد تمام. همش همین. بیا رفت. خدا راضی باشد استاد. سلامت باش. ایماده بیاک من بوده ای. من یکه شوکت. عزیزان سمی در کجاست و کار رفت؟ نه یعنی برآمدنش را ندیدم بابا جون. با همه صبح بخیر. صبح بخیر. پسرم این عینک باز کجا آمد؟ سمی تو هم با مانند فروخ نمودت رو عوض کردی؟ نه یانگا جان پسرم مگر با عینک آفتابی صبحانه میکنن مانند دیهات ها یعنی عینک ها رو برار زود. عزیزم با تو چی شد؟ یگون چیزی مهم نیست. تو جنگ کردی چی؟
زهرا شما امشب یک جای نبودید؟ نه نمیدونم بابا جون وقتی ما برام آمدن هیچ چیز نبود. من نبدیده ایستادم. سمی چی شد کنی فهمون؟ بیا با نزدی دکتر رویم. نه با دکتر احتیاج ندارم. شب یک گذاشتم دردش گم شد. پسرم گپ را تاب نده، زود فهمان. خیر فهمونم که چیکار کردم؟ گرچه من این خیلی چیزها رو فهمونده تعریف نمیخواهم. تعریف میگویی؟ چی؟ مدامی که اینقدر مراخ کرده میفهمونم. ما شب با زهرا خیر خوش کردیم. هنگامی را گشتن 3 ماه زده یک دختر رو ناراحت کرده ایستاده بود. این احمق ها را ببین، اینا خر بچه هستن، خر بچه. اونا احمقن. خیر البته که من هم به این وضعیت به دخالت نموندم. گفتم که کن اینجا بیایه دختر رو سر دهید. چی شد؟ خیر 3 نفره یک بستر وجود کردن. البته شما آنها رو میدیدید چی خیلی افتادم. باید خیر دکتر به نظرم آمد اکر خدا راضی باشد گفت، رحمت گفت. البته که به من کمی ضرر هم رسید اما بسیار خوب کردی. دختر را در آنجا تنها گذاشتن نمیتوانستی. به توی نش زیبنده است. آفرین. تشکر به شما. خیلی خوب. بسیار رفتاری نمونه‌ای. من با تو باوری زیاد داشتم. حالا باشد خودت رو پرتر اثبات کردی سمی. این موضوع رو محکم کنی من شرم کردم راستی. بینیده از شرم سوپ سرخ شد. زهرا دامولازیا را دعوت نکردی؟ دامولازیا؟ بله. من نه. چی؟ من دعوت میکردم به صبحانه. کردم بابا جان کردم. مگر نمیکنم کردم. اما به کجا رفت است؟ چی؟ به کجا رفت؟ به کجا رفت؟ به گالری. راهنما شده است. چه خیلی لاگیر بوده است؟ لاگیر آموزشی. مفتیات برای دامولوهای مسجد با خوری نمیدونم 2 روزه یا 3 روزه تشکیل کرده. دامولوزی هم به همونجا رفت. این را سمینار میگن همینطور؟ همین خیلی عینا. بله. خدای توبه، زیادر باره این به من چیزی نگو؟ ای از تلاش فاتحه او شاید فراموش کرده است. معلوم که دین شب دامولوزیا سخت رنجیده است. اینها خوب جنگ کردن. خوب بسیار هم خوب. چه مفتیات کدام سمینار؟ اون شخص دامولوی حقیقی نیست. با یکون سمیناری مفتیات نمیروند. میلیس لبای موتر. پدر در کجاست؟ من از کجا میدونم در کجاست؟ من از کجا میدونم؟ با پدر جانت خرید کردن رو میدونی؟ نمودش رو عوض کردن رو میدونی؟ خب میلیس پدر جانت هم گفت زود باش سلیم، دیارو یافترمون در کار. آمدم جانم. دخترها کمی انتظار شوید تلفنم رو گیرم یک جای به آفیس میرویم. ما به آفیس نمیرویم سمی جان. خیر به کجا میروید؟ به تو تعلق ندارد. زهرا با من قهری کرده ای؟ بله قهریم. آخر من چیکار کردم؟ چه کار کردی؟ کارهای کرده در خاطرت نیست مگر یک فکر کرده بی؟ تو حالا هم در فکر دیشب است. بله حالا هم در فکر کارهای دینشبه تو هستم. بسیار غضب کردی مرا. حالا به عقلم درست نمیاد که چه خیلی این کارو تو کردی. تنها با تو کمک کردن خواستم. نکن سمی، کمک نکن. اگر همین خیل کردنی باشه بگذار ایستاد رحمت. آخر میدونستم که تو اینقدر غضبناک میشوی این خیل کار میکردم. گرچه تو رو نبو و فکرم ما دامولوزیا رو غضبناک کردیم. هم زیارا و همه رو بچنان وضعیت مشکلی مانده کی. تو حال به خاطرم باید عصبم ویران میشود. سیلین آخر تو یکون چیز بگو از برای خدا. مایلش برای دامولوزیا عیب شدنش ممکن. این رو فکر نکردم. برای من چیزی مهم آینده شرکتم بود. شرکت رو فکر کردنت البته خوب است، لیکن کاش که این وضعیت رو به ما گفتم میفهمونی سمی جان. مایلش
майлаш хато кардам узр мепурсам. барои маро бахшиданатон чикор кунам? аз мо бахшиш напурса, аз домулозиё бахшиш пурс. аз ӯ узр мепурсӣ? бале ба домулозиё чаро ин хел кор карданатро бояд шаҳр диҳӣ азизам. майлаш рафта аз ӯ ҳам узр мепурсам, аммо шумо маро мебахшед? аввал ту аз ӯ бахшиш пурс. эй, дар ҳақиқат ба чашми ту чӣ шуд? чӣ хел чӣ шуд? дар дарун ҳамашро фаҳмондам ку. он афсонае ки нақл кардӣ бовар карданашро аз мо интизор несте сами ҳамхис? айнам самиҷон, ман ҳам ба дурӯғи шумо бовар накардам. биё рафтем серин дер мемонем. биё азизам равем. хайр сами. ҷабр дида. то боздид духтарҳо. خوب هستی سعید جان؟ خوبم. تو چی خیلی هستی شیرین نکن؟ نه، برای تو بسیار خواطر شدم. دیروز در کجا بودی؟ به خانه رفتم. به خانه؟ نفهمیدم. خانه تان در کجاست؟ چشم کبودک، از این شیرینی باز یک طبق دیگر میاری؟ البته که میارم، لیکن اول به سوالی دومولو جواب ده. چی پرسید؟ کودک حتی ما رو گوش نمیکند. پرسیدن که خانه تان در کجاست؟ بله. چی کار میکند؟ من خانه او را میپرسم. ای تو کودک خانه نداری؟ یک کجا داره؟ نه یعنی خانه شخصی داره؟ از خودش نیست گفتنی بودم من. نه ما اون خیلی نداریم. آیله داره است. کودک داری؟ وای بخششو در مقابل یک سوالی پرسیدم، چند سوال باید از ما پرسی؟ سعید جون، دومولو آیله دار نیست، نه وقت فاتحه کردن. لیکن گوشتری نداره. دومولو انگشتری نتون در کجاست؟ امروز چی شد؟ با فکرم در خانه وقتی طهارت کردنم در لبه جومک آب موندم. نمیدونم. مگر انگشترینی فاتحه ها رو فراموش میکنم؟ سیبل اگر من با تو فاتحه کنم انگشترینی رو هیچ گاه نمیبرم. شیرینکی من چای بیارم دومولو؟ مایلش یک چای بیارم. بازیر میارم. من چای بیمزه. با تو هم شیرینی میارم عزیزکم. بهترین هستی. تو یکون سوال دیگر نیافتی ها؟ و انگشتان دیگر رو نظر میکنی به تربیه. هیچ کس از من چیزی بیرون کردن نمیتونه. من سوپر قهرمان هستم. ای گم کن سوپر قهرمان نترو. برادر در بلا موندی با سوپر قدرت روبرو شدی. تو خاموشی شوکت. ولی دومولو کنی گبزن از دوست داشته جدا شدی؟ های ای نخود پیش قاشو کاری خطا کن. با کاری کلانا چی کار داری؟ ها معلوم که دومولو هنیخ از دوست داشته جدا شده است، اما شما نمیخواهید که همه این را شنوند. ای خدا زنت تو را شکر. ای دیونه بوده به خدا. ای گریختن در کوره. گوش کن سعید جان، با من خیلی سوالهای نوازیم هیچ معقول نیست. مرا فهمیدی؟ چی تصادف؟ من هم آخر با چرا کبودی زیبای صحبت موندگی چرا با شما بر این آدمان دلگیر کننده در یک میز نشستم. یا خدا این خیلی کودک است. این کودک ساخت نبوده برادر. عیناً مانند کودکیوی تو است. کلتکل از شهر. عجبا تو خوردی مرا از کجا میدونی شوکت؟ بچه گوره ترمامه جموندو مخی. خوراکت را خور، خوراکت را. چیکار کرده ایستاده اید؟ دلیل جستجو دارم. چی خیلی دلیل؟ موی زن، خوشبویی زن، چکی خورو، چکی جواهراتی زنانه، آرایشاتی زنانه. آخر چرا؟ شیرینک میدونی پدرت نمودش رو عوض کرده است، با ورزش آغاز کرده، با کوچه گردی میبراید. آخر رفتارش نسبت من بسیار عوض شد. او آشکارا
به خود اعتماد کنی سرکرده. مادر بیاد با ایمان نکنید این رو. آخر درباره همون پدرمون گپ میزنیم. تنها به خودش اهمیت دادن رو سر کرده است. تموم. من چیزی رو حس کرده ایستادم. بالا میبینی انیق چیزی هست. زنی با عقل یک بار فریب میخورد. در مراجعه دیون دستگیر میکنم. من حس کرده ایستادم. انیق دستگیر میکنم. بیا تو هم به من کمک بکن دخترم. بسیار کار است. کاری بسیار. آخر فرق تو باور داری که به کار می آید. تو امروز به نزد یک چند متخصص روانشناس تراپیست رفتم. یگان تای آنها ما رو با همسرم آشتی نکنند. جمیل جان این تماما دیگر چیز است. یعنی این حادثه دیگر است. با خدا باور بکن من روزهای خرسندترین ازدواج سالم رو پس سر کرده ایستادم. این یک به من نگر فرقی تماما دیگری نو رو نمیبینی؟ یعنی بله انا همین دامولوزیا و تو تمامی اصولهای خود را شوید رو میدهد. یعنی همسرت رو زیر دست میگیری. انشاءالله فرق جان. در این اصلا پرسیدن را فراموش کردن بسیار گپ زده. این دامولو در کدام دانشگاه استاد است؟ سوهش چیست؟ روانشناس است؟ جمیل جان کمی بعد جوابی تمامی سوالهایت رو میگیریم. خواطر نشو. کلاس جان سموم تمام شده. یک تو مرو تشنه نمی‌نویسی برام سودا کنم. شوکت با حضور دیر صبحانه خوردم بیا مانه. چه صبحانه یا توبه این شودا کجا خوب میکنی؟ دامولازیا سلام علیکم آقای فرخ. دامولا شما را با رفیقی جانیم جمیل جان شناس میکنند. جمیل جان این دامولایی که درباره‌اش به تو نقل کرده بودم. دامولا از شناسایی ما بسیار شدم. فرخ شما را بسیار تعریف کرد. چی رو تعریف کرد؟ متخصص مناسبت‌های عائلوی. کی بودم؟ دکتری عاشقی. دامولا اکنون خیلی خاکساری نکنید آخر. یعنی از توصیه‌های به من داده شما همسرم به مانندی روزهای اول عاشق شد. آخر به من چون رشت دارد فهماندن ناممکن است. من هم به یگان شبهه شما را توصیه دادم. خوب کردی. دکتر از سببی که اولین بار من با راه سنی کودکدار میشوم آخر در اول نتیجه مثبت شدنش را فکر نکردم. یعنی بسیار مشکل است. آدمان یک چند بار میسنجند. در دفعه آخر به نتیجه رسیدگی ها است. البته که من این را یک بار دیگر با اون مصلحت میکنم. یعنی من به همش تیارم. در حقیقت تیار هستم. یعنی باری اول است. این باری اول کاری زود حل شونده نیست. مشکل است. اینها یک دوگانه من در دفعه چهارم حامله شد. علاوه بر این انسان روحاً باید به این تیار باشد. در حقیقت بسیار کاری مشکل است. یعنی من برای سنی صاحب کودک شدن میخواهم. اما اگر نشود هیچ گپ نه. خانم حامله دار هستید. چی؟ حامله دار هستید. من؟ بله. در حقیقت عجبا بله چی تو فگرم کرته گیرم. کرته بسیار دارد. پای افسار گیرم. آخر خونه پر از پای افسارهای او. چی گیرم یک فکر کن. یکان چیزی ارزشناک. چیزی زیبا. بیا سردارم شناس شوید. این کس همکاری نه با ما. نه سروینوز سردارم. انا آقای جمیل چی مشکلی داره؟ داملا من میخواهم با همسرم مانند پیشینه حیات به سر برم. اما مانند وقتهای پیشینه با او مناسبت کردن نمیتوانم چیکاری نکنم. یعنی در خلق غضبناک میشود. دو فغان برداشته جنگ میکنند. یعنی مسئله همین است. با وضعیت شما بسیار مانند است. عیناً دامولا. داملا التماس مرا نجات ده. من همسرم را بسیار دوست می‌دارم. آخرین بار با همسرتان چی اتفاق افتاد؟ آخرین بار ماشینی مدل آخر را گرفتم. میخوای ماشین‌های آخرین مدل و قیمت از این پس نیست فهمید؟ بلش داملا پس چی گیرم؟ مربای ارگانیکی.
با زنها محصولات ارگانیکی بسیار معقول است. میروید به همسرتون میگید که انا گیر عزیزم با تو مربای ارگانیکی گرفتم، این رو با دسترخوان گذار با نان مزه کرده میخورید. مهلشو باز چی کنم داملا؟ باز همسرتون رو رشک میکنید. با کی داملا؟ خدایا توبه، مگر اینش رو هم من گویم می؟ داملا من یک کاتبه دارم مانند منیکین. ها با او رشک کنونم؟ های این چه داملا است ها؟ نه آقای جمیل، شما چی کار میکنید؟ من این خیل کنید نگفتم. اگر این خیل کنید همسرتون شما رو در حال پسی در میکنه. فهمیدم داملا. آخر شما با یگون کسی شناستون کمی نزدیک میشوید، چنان میکنید که گویا با او اهمیت میدید، میرقصید، بازی میکنید، همین خیل کارها رو میکنید. یعنی چه رقصان؟ سالسا، بچاتا، والس؟ بچاتا مچاتا نمیشود. این رقص ها بسیار صمیمی میباشن. نباشه چی کار کنم داملا؟ حالا برادر عزیزم دانسته باشید که صداقت، حرمت و محبت زن و شوهر نسبت یکدیگر البته یکی از اساسهای مهمترین جمعیت رو تشکیل می‌دهد. چه داملا؟ دین ما قهرگی بین همسران رو هیچگاه خوش نمیپذیرد. داملا؟ حالا باشد همچون داملا وظیفه اساسی ایمان این را گشته و برگشته به انسان‌ها فهماندن است. انا همین که رقص سلسه کنید. چه خیلی یعنی؟ این رقص موافق تر است، دیگرانش را نکنید تا ویرانکاری نشود. باز چی کنم داملا؟ اومد اهمیت عائله در دینمون بسیار کلان است، اما متاسفانه البته آدمان عین زمان به این به طور خوب اهمیت نمیدهند. البته داملا من هم موافق برای همین آمدم. من با عائله‌ام بسیار اهمیت میدهم. من همسرم را بسیار دوست میدارم. البته که اگر بین زن و شوهر حرمت و احترام و محبت نباشد اهمیت عائله از بین میرود. با این دقت دادن لازم. الو مایلا شویر بگویم. برادر شما چقدر که میخواید رقص کنید از سلسه اثر کنید بعد به رقص تانگو میگذارید. تانگو؟ اوی برادر این در یک گفش نمیستد. هیچ چیزی داملا است. این نفهمیدم. ای خدا. تانگو هم بازی کرده میتوانید. مثلا همسرتان شما را در یگان جا هنگام با یک زن رقص تانگو کردنتان را بیند از محبتی که به شما نشان نداده است پشیمان میشود. داملا کاشکی. یعنی حالا خواهر عزیزم آخر شما ما را با وضعیت ناگوار گرفتار کرده ایستاده‌اید. چه داملا؟ برادر عزیز شما این ریسپت رو استفاده نمایید، بعد از اون آماده با نتیجه‌اش نظر میکنیم. فراموش نکنید هدیه قیمت نمیگیرید، از محصولات های ارگانیکی خریدن رو دوام میدید، رقص کردن رو فراموش نکنید. مایلش داملا فهمیدم. های این داملا بسیار خطرناک است. سیوال را از این دور کردن در کار است. چه خیل میکنیم ها؟ تشکر زیاد داملا. داملا حق خدمتتان چقدر است؟ مگر خیل میشود یعنی آخر آشتی کناندن عائله وظیفه من است. داملا من تا امروز به نزد یک چند متخصصان رفتم اما یگان تای آنها به درد من دوا نشدن. بسیار منتظرم از شما. شده نمیتواند. ما از جهت عملیش داخل میشویم به این کار. عملی گفتید؟ یعنی از جهت عملیش داخل میشویم چون که این خیل کارها با نظریه نمیشود. ما باشیم این راهها را استفاده میبریم. فهمیدم داملا. من گفته های شما را نقطه به نقطه اجرا میکنم. برای این باز به شما تشکر زیاد داملا. تا بازدید. استغفرالله. تا بازدید. داملا بسیار کار ثواب کرده. خداحافظ. و شما روز خوش. آفرین مولای زمانوی. شوکت این نمی که احمق از سحر بود همینجا بود. من از کجا دارم برادر؟ مگر من در خفنم چشم دارم؟ اهمیت ندادم. تو من با یکون چیز اهمیت نمیدی. من یا اینکه تو بچه همون آدم پولدار بود و پیش تو اومده توصیه دادی چرا پولش نمیگیری؟ یگون چی نداریم. چی اینقدر با پول چسبیدی ها؟ چرا پولش رو گیرم یا خدا توبه. های کلاس چه زندگی میکنیم؟ چه در بین آدمون که دکتر عشق شده ای بود توصیه میدی پولشون رو نمیگیری. بچه دکترا برای یک سلام کردن پول میگیرن. شوکت سرسطگویی رو بس کن. توبه نمیبینی در اینجا با یک حضور ایستادم. مربوی
بزرگانه که گفته دکتر را عشقشی خودش رو داشته باشد به سرش میمالد. اگر من دکتر عشق میبودم زهره را با خودم عاشق نکردم. ای برادر بیا تو توصیه دادن گیری قبل کار کنیم. با این قابلیت تو پول کار کرده میشه برادر. شوکت سرسدگوی رو بس کن. چه قابلیت گفته استادم آخر دوی ما از روی همون فروخی کل پولین با من رشک کنه داملا پولین باز من رو دوست دارد فلان گفتن. شما زهره را با چی حال آوردید گفته این چی علاقه دارد؟ بسیار علاقه دارد برادر. تو آخر مگر باز شهر نیستی؟ یا خدا توبه کنی همانه زهره آخر من رو دوست نمیدارد. این دیگر موضوع است. اینش نیو برادر. چون با آدمان پولدار روبرو میشوی به همشون کمک میکنی. چون با من روبرو میشوی مرا جنگ میکنی. شوکت گوش کن باز سر نکن به شوخی که در همینجا پاره میکنم. ابا چواز میشه. چی میگویی پسر؟ تو چرا از قفای ما آمدی؟ چی با ما میایی؟ از راه گذشته ایستاده بودم. گفتم که یک سلام دیم. سلام نگفتن مردانگی نیست. عیب میشود. خرگوش این سگ کوچه هر کجا پیدا میشود. از کجا دانم من؟ خیر زود رو. حالا هم زیبا هستی و نه؟ تو میدونی که از پسی سرداری تو دختران یا مکتب پلیسی خیلی میدویدن؟ این خیلی عزیزم واهیمه میکنی. اون زنی بدبخت کی بود است که خفای کس میدویده است؟ واهیمه نکن. چرا؟ هیچ واهیمه نمیکنم. آخر از پسی تو موی سری چند دختران کنده برتافتم. معلوم میشه که این دختر در اکادمی امروی اکیونر عاشقی میکرده است. سرویناز به خاطر آوردی وقتی ختم کردنمون یک دوست بود اول او رو باید دستگیر میکردی. البته در خاطر دارم. چی بود؟ عظیم ملایم خنک. در سال ختم کردن ما عظیم ملایم خنک را ماشین زد و او وفات کرد. ما با اون نباشیم از دستگیر نکردن او غمگین شدیم. یه روز شک اما در حقیقت شخص زیرک بود. وای عظیم ملایم خنک. درست خیلی زیرک بود. مانند کالتا کلاسی ها زیرک. کالتا کلاس رو تو از کجا میدانی؟ را همه میدانند. مقصد اساسی من اون خزنده رو دستگیر کردن است. با اجازت شما. این زن کیست؟ این بسیار زنی خطرناک سردارم. برای چی؟ دلینیت دختر نسبت شما بد بوده است. موی سر دختران را میکند است با. پسرم وای در گذشته بود. تو هم همین معلمه را دوست می‌داشتی ها؟ پسرم خیر میلش زمان یک جا بودیم. اما این در گذشته بود. سردارم این زن خطرناک است. بمب. پسرم سفسته نگوی. چه خیلی بمب چه خیلی خطرناک. سردارم یک چیزی هست که این زنی خطرناک و شما را با هم میپیوندد. چی بود اصلا؟ کالتا سردارم کالتا چون در بالای کالتا بحث میکند چقدر در هیجان میافتد. مانند شما حالا که انگار حل نام کالتا رو حتی شنیدن نمیخواد. احتیاط کن سردار. این زن رو دیده باز ینگه حله را فراموش نکنی. سفسطگویی را بس کن. من کوشش دارم که حله مرا ببخشد. تو چی میگویی؟ از ما یک گفتم به سردارم با گریه کردن نیایی. ادوشا به عقل. مایلش گپ نیست راما. تقام میگم با خفه نشوی. هرچی زودتر با اونال گفتنم لازم. کشکی همراه همون گردن بر میگرفتیم. ببخشید. مرحمت. دوملازیو در داخل است؟ وقتی نماز نیست. وقتی نماز میآیم. مالش خیر تشکر زیاد. زورو نمازی بعدی ساعت چند باشد؟ سیلین چی سوالی بی‌معنی دادی ها؟ مانند اونی که اتوبوس ساعت چند می اومده باشد. مادامی که اینقدر میدونستی من رو در وقتی نماز می آوردی. خوب که تو با دوملا فوتیه شده ای و سرمون آدمی دیندار شدی ماشاءالله. ای چی علاقه دارد؟ علاوه بر این اکنون مفاتیح شده نیستیم متاسفانه. برای همین در اینجاییم. اون چی است که در سرت نگذاری؟ پسرم من دوملا هستم. دوملای مسجد. خیرتون رفت. اگر مرا در سر کوچه میدیدی سلام میدادی؟ خدایا توبه الکی دیدم. خیر روکن. همون در سرت بوده رو با من ده؟ آخر پسرم این بازی چه نیست؟ همین خیر داده نمیشود. تو پدر و مادر نداری؟ دارم. آخر خواطر میشه من زود رو. این کمودی من است. پسرم در حقیقت با تو سر به سر شدن نمیتونم. سرم ویران شد. پس تعمیرش بکن. نخیر. برادر
این پس مونده که؟ از کجا دانم؟ میپرسم نمیگوید زود با من روبرو میشود. ای صغیره همین تو خونه و در داری یا که رنگ ما به سویی بیا بریم؟ من که خواهم میروم و بودن شما احتیاج ندارم. کاردار نشوید. گوش کن پسرم، تو از ما چی میخوایی؟ هیچ چیز نمیخوام. برادر این خونه اجاره میشنوده کو کویا بینم اسم من هم میآید. سلام علیکم. صاحب این خونه رو میشناسی؟ میشناسم. کی است؟ منم. چندی است؟ 2000. 2000؟ آها. تو این را یک طرف گذار و یک نرخ خوب گپ زن. یک تین ارزون نمیشود. تو هم بسیار به انصاف بوده یمک. پسرم تو همراه نشو. آخر من به ولی کودک دور نمیدیم، خفه نشوید. این کودک از ما نیست، علاقه نداریم. این کودک شما نیست؟ نه. کمی پیش پسرم گفتید. من همه خیلی پسرم گفتم، یعنی همچون پسرم گفتم. این کودک رو میشناسی؟ در همینجا زندگی میکند. من کجا شناسم؟ یکم بور میبینم. پدر مگر برای من این قدر دروغ ارزنده است؟ پدر گفت. کی رو گفت؟ شما رو. چی گفت؟ پدر گفت؟ کی رو گفت؟ تو کی رو پدر گفتی؟ سعید کدی جواب ده. تو کی رو پدر گفتی؟ بی نامش رو هم میدونه. من حتی نامش رو نمیدونم. باز میپرسی که کی رو پدر گفت؟ نام کودک رو دانسته پدرش میشوم مگر. سعید ای برادر ما از 7 پشت این کودک بذاریم. ما قطعا برادرم تاقیم. مایلش شاکر بگذار نمیگیریم. مایلش شکر نمیگیریم. تو بریم. 1000 نمیکنه ها؟ آخر با ما معقول نشدیم، با ما مشکل نمیاد. مرا گوش کن. از قفای این کودک روید. چرا ما پدر گفت؟ از کجا دانم؟ یا اینکه از من بخبر کودک داشتی؟ مایلش رفتیم. سلام، ما به نزد داملازی آمدیم. در اینجا نیستن؟ در اینجا بودن، کمی پیش بر آمدن. به کجا رفتنش رو نگفت؟ نه، اگر بسیار خواطر شده باشید با او زنگ زنید. یک لحظه، شما مگر جدا شدید؟ داملازی انگشتری نداشتن؟ بخیر است. شما با هم دیگر موافق هم نبودید. بخیر بودن نبودنشون را پرسید. ایرا و برای ما جدا نشده ایم. بهده حوث نخورد. من چرا حوث میخوردم؟ داملازی اصلا میشود گفته. در فکرم نبود. این همش از تقدیر وابستگی دارد. بشر گفزنه شوبی. زن اگر کمک شرمیدش خوب میشد. از حوث خوردن مردی فاتحه شده شرم نمیداری؟ تو رفته با شوهر جاسوست سر و کار گیر و تو تنها او میزیبد. مرا گوش کن. رو از اینجا. مرا گوش کن زورو. اگر این دختر با دامولازی جدا شدنت رو فهمد، هیچ کس مانع شده نمیتواند. اگر دامولو رو از دست دادن نخواهی زودتر باش. میدونم سلیت. گفت شو دیگر گپ نزن. رفتی بی‌تربیه. پسرم بیا افراجه بیا. هیچ کار نمیکنه. مالش فرا. آخر هیچ کار کردن نمیتونید. من سوپر قهرمان هستم. مدام که سوپر قهرمان هستی چرا میگریزی؟ شما از من چی میخواهید؟ ما از 7 پشت تو بذاریم. تو چی به این دامولازی رو پدر گفتی ها؟ شوکت او مرا پسرم گفت. من هم به او یگان چیز گفتم. او همه خیلی گفت آخر. من همه خیلی میگویم. نه نباشه در حقیقت نگفت. حتی این کودک گپ زدن نمیشود. گپ رو گوش نمیکنه. چی شد؟ قهر کردی امک؟ بین انا تو رو هم گفتم. تو چیز خواهی و مثل دامولا شد. نه پسرم، در نزد همه پدر گفتن عمک گفتن درست است نه؟ آخر برادر تو این خیلی نگو. عمک بجوی پدر است کو. شوکت بازن در حقیقت در باره تو شوخی میکنه. ای کودک چخیل من آخر از آن شخص بسیار نفرت دارم. کودک قبول نمیکنه. سعید جان پسرم پایان فرا. این خیلی داد و فیقان کرده گپ نزنیم. آخر در تمام محله شرمنده شدیم. آخر کار ما رو هم ویران کردی. لیکن بسیار قیمت گفتید کو؟ ما با آن شخص سودا میکردیم. کارت چی پسرم؟ انا بین باش پسرم گفتی. من هم از این کار غضبناک میشم. من نام دارم. مایلش نام داشته باشه کنه که استر پایان فرا. بیا فرا. دیگر نمیگم. مایلش بیا. این دفعه انیق آنها از یک دیگر جدا شدند. کی؟ البته دامولازیا و زهرو یک رفت.
باز این راست کجا برآوردی سیول جان؟ آخر اونها نفوتیا شدن. شنیدم آخر. تو خودت رو شنیده ای یا اینکه چی دونم با گوشی تو همین آمده است؟ امروز زهره به اینجا آمده دومولوزیا رو میجست. دومولوزیا ناموافق بودنی آن دختر رو فهمیده، انگشترینش رو پرداخت. عجب خوب کرده. حالا باورم نمیآید. با غمگینی و درد انسان‌ها چقدر خرسند میشوی. این بری او در فاتحه است. با آدمی فاتحه شده نظر کردن موافق نیست. دختر با اون موافق نبود. خوب شد که جدا شدن. حیاتی دیگران چرا اینقدر ما رو سرگردون کرده هستن؟ من این رو نمیفهمم. با تو چی بیتول؟ با تو چی؟ میبینم از جدا شوی آنها تو بسیارتر غمگینی. درد دیگران با تو آسیده است. مرا غمگینی دیگران خرسند نمیکنه. تو رو چی؟ من خرسند میشوم. یگان گپ داری؟ خرسند میشوم. تو بغیر از من خرسندی دیگران رو فکر کن. آفرین. آخر تو به جایی که من رو فکر کنی چرا زهره رو طرفداری میکنی؟ نفهمیدم. من یگان کس رو طرفداری نمیکنم. تو به فکرم همش رو آمیخته کرده ایستاده ای. بله به تو راست میگوید سیول. مثل رفتار کردن خوب نیست. شما دائما او رو طرفداری میکنید گویا که او دختری حقیقیتون است و من خواهر او بیایتون. سیول تو چرا گپ زده ایستاده ای؟ به حقیقی و اوگای گفتنت باورم نمیآید. تو خواهر حقیقی من هستی، اما بیتول هم دختری حقیقی هم است. حتی یک روز هم نگذاشتم که دختری حقیقی نبودنش رو حس کنم. میدونم. من هم تا این دمی خیلی حس کرده بودم. انا دیدی چیکار کردی؟ خرسند شدی اکنون؟ سیول چیکار کند با من معقول است. سخنهایتان را دانسته گپ زنید. شما فراموش نکنید. من نمیگذارم که مادر و دختر به سیول هجوم کنه. سیول جان من همراه تو هستم. نمیگذارم که یگان کس تو رو رنجاند. اما من سری تو رو میده میکنم با کارهایی که به تو تعلق ندارد. کاردار نشو. فهمیدی؟ رفت شود اینجا. رفت. هرگز من از تو رو نمیگردانم. یک روز به قدر من میرسی. فهمیدی؟ سیول را غم ندهید. نابودت میکنم. خدا من آخر رو میپوشم. خدا قهوه آوردم. اوه دستانت درد نکند. نوش جانتان شود. تشکر. من ندارم عزیزم. تقدیر را بین اونال جان. بعد سالهای طولانی باز ما را رو پرو کرد. خیلی خوب شد. تو را خیلی یاد کردم. تو اینجا چی کار میکنی؟ اونال با معشوقات بخوری داری؟ حاله زنک جان؟ من به اینجا تعیین شدم. اکنون در اینجا کار میکنم. چی؟ تو به اینجا تعیین شدن این را تأمین کردی اونال؟ همراه هم گرفتی؟ حاله جانکم. شد اکنون خاموشم اونال. من اینجا برای گفتنی خبری آمده بودم، لیکن تو با اون نمیارزی. های خودم تو. حاله جانم یک لحظه ایست. برای زودتر برای. مالش اکا مالش. دیگر به اینجا نیاید. کودک نفلا بوده است. انا بین از پشت تو حتی اجاره گرفتن نمیتوانی. این خونه نمیشود. یا توبه. ای بچه تو چه کودک هستی؟ خونه را به ترتیب کردی، باز رفته صاحب خونه را زدی. تو کودک به عقلی چیته؟ سوپر قهرمانم. سوپر قهرمانی او چت؟ من نفهمیدم که برای چی طرح پدر و مادرت پرداخته بودن. اوجا کیف صفا کرده گشتم موجه عدمیت میدویم. بیا رفتیم برادر باز خانه کلتانمون بازیم. دامولوزیا من هم به دیدار شما آمده ایستادم. این دختر به تو نگاه دارد. چه خیلی دختری زیبا با این خیلی مردم نظر میکنند. تو چقدر شیرینه کسی از سلامت زهرا. دامولوزیا این کودکی است مهمانتو؟ من مهمون نیستم. تو هم بسیار زیبا بودایی. تشکر سلک. لازم نشدین کودک ده. شما برای این یک دختر زیبا با دامولا چی کار دارد؟ نفهمیدم. ما با دامولا درباره یک مسئله جدی گپ زدن میخوایم. همه خیلی دامولا؟ نه من گپ ندارم. خفه نشوید کمی کار تجلی دارم. چرا گفتنی ندارید؟ دامولا اینقدر کار تجلیتون چیست؟ راستی من همه را ظاهر کردم.
خونه جستجو داریم اما هیچ کس به ما خونه اجاره نمیدهد. پس به دیگر جا کوچیدنی هستید؟ بله. داملو مگر این خیلی فوری قرار دادن به شما میزیبد؟ خانم زهرا خفه نشوید، یعنی تکرار و تکرار گپ زده بحث کردن نمیخواهم. گپ میزنیم گویا که بحث کردن به من هم پسند است. زهرا جان کمی آرام. چرا گشته و برگشته یک مسئله رو میکشوید؟ میکشه، فهمیده؟ هر گونه مسئله خواستم رو میکشه، فهمیده؟ حلال بود. پسرم همراه نشو. چرا دخالت نکنم پدر جان؟ چی؟ پدر جان پدرش هستید شما چی؟ نه این پسری ردنوش نیست، هرچی گفتن میگیره. منم گو عمل میگم. سعید چرا تو باز سفسطگویی رو سر کردی؟ من تو رو آگاه کرده بودم. داملو چی شده ایستادن؟ لطفا به من فهمونید این کودک کی است؟ با خدا که نمیدونم. چی نمیدونید؟ مسخره نکنید و جواب دهید این کودک کی است؟ خواهید نشوید، با او کسی نمیشوم. تنها مرا پسرم بود، برای همین غضبناک شدم. میگفتید که شما با او کی میشوید؟ پوتیا شده هستم. نیست. پوتیا شده هستم. به فکرم دامولا راست میگوید. مانندی تو بر این یک دختر زیبا با این دامولا پوتیا کردنش ممکن نیست. پوتیا شده هم بود. نباشد تو این خیلی دختر زیبا رو ترک کردی. اگر من جای تو میبودم باز آنو زده از او عذر میپرسیدم. دوامت نمیخی میشود. تشکر. خب کن پسرم خاموش شو یا توبه. جدا همشایی مشکلی نیست. مانندی تو یک دختر زیبا اصلا تنها نمیموند. خاموش شوه خب کنه. کودک همیشه حقیقت رو میگوید. من میروم با خدا ناراحت شد. ایستو با کجا میروی؟ مایده خیمان بریم مایده پیش در حیوان. زهرا جان اینقدر کودک شیرینه؟ مرا گوش کن، باز رفته به محله آوازه نکنه. اوه سیرینا. برادر من کمی رفته در نزد ساحل هوای تازه گیرم که مونده شدم. آخر در همه خونکی در آنجا چیکار میکنی؟ ای در این هم مسجد لای برگرمتره برادر. خوب خیر را. تو چیکار میکنی؟ چی کنم شوکت؟ رفته کمی نماز خونم. خدا قبول گرداند برادر. تشکر. خوب نباشد من هم مغازه شیرینی ها میروم. با سوال نشینم. رو اما از من دور است و چیکار میکنی بکن. یا توبه. برادر پدر و مادر این کودک اینا نمیگفته باشم به خدا حیران شدم. بیا ما چیش رو مراق میکنی؟ حالا یگان چیز رو فکر کردن نمیتوانم. باز با کودک سر و کار داریم. یگان چیز رو فکر نداری؟ زهرا را هم. بله شوکت زهرا را هم. برادر اما او همیشه در فکر تو است. من رفته یک چای نوشم. خیر شوکت رفته پانتا منوشی کولا منوشی چیزی منوشی رفته نوش. برادر در حق من دعا کن خدا نمازت قبول گرداند. تشکر. از روزی خانه جستجو دارد. باید یگان کار کنم سلی. مرا گوش کن زهرا، باز رفته به گپ زدن کوشش نما اما هیچ خاموش نیست. آخر به جایی که از او رفته بخشش پرسی بالا هم بحث میکنی. بیدار شو. چی کنم سلی جان؟ او همه رو عصبی میکنن. به خدا ای بر تو است. کبر و غرور رو یک طرف ماند. بیا در حقیقت مانندی دو عاشق جنگ میکنید. عاشق نیستیم خیلی جنگ میکنیم. اگر عاشق میشدیم چیکار میکردیم؟ من هم دیگرمون رو میکشتیم. انیق به خدا انیق. وای شوکت. وای برادر تو کی هستی؟ هوی منم احسان از محله. برادر توی ریش موندی نشناختم. چه خیلی سوزی؟ درست کردیم. تو چه خیلی دیگر در اینجا نمیتوبی؟ توبه کردم برادر دیگر نآمدم. بیامانی خودت رو کجا دور کردی؟ با سرت رو به یگان بلا گرفتار نکرده باشی؟ نه برادر چه بلا، همه خودم رو کمتر از اینجا دور کردم. خیر میلش یک بازی میکنیم. نه برادر توبه کردم بازی نمیکنم. بیامانی بازی کنیم چی میشود؟ چی شد؟ ترسیدی؟ شوکت با ترس گرفتار می شود؟ وای پسر این خیلی گپ نزن، تنها بازی نمی کنم. توبه کردم. شوکت بمیز.
намози хуфтан мебарояд, бояд ӯро дарёб кунӣ. маро гӯш кун зӯро, ором бош майлаш. ором бош майлашми? охир асабоям худаш вайрон аст. бо он як рав охирон бар гап мезанам, танҳо ба хотири бобоям шарафамро зери по кард. ба худо зӯро, ҳоло ҷои ин хел фикрҳо нест. Ту инро мефаҳмӣ? селе, магар ман духтаре ҳастам ки аз паси ягон мардабам? Не, нести азизам, аммо чӣ кор кунем? ман ин интиқомро аз ӯ нагирам, ана мебинӣ номам зуҳроне. маро гӯш кун зӯроҷон, ба қадри имкон ором рафтор кун, ғазабнок нашав, чизе гӯяд гап нагардон, майлаш. ором бош, майлаш. селе, не гӯши парамро бурдӣ. Не ором шав, не хушу гап зан, ҳеҷ кас маро фикр намекунад. духтарҳо дар ин шаби ба куҷо? як кори таҷилиамон баромад янга. хуб, барори кор ба шумо. зӯро, ба куҷо духтарам? як корамон баромад бобоҷон. нав аз берун наомадед? бале, аммо корамон баромад меравем. ягон мушкиле нест? не бобоҷон, не. хуб, аз домуло зиё ягон хабар аст? албатта хабар аст, занг зад, дар семинар аст, ба шумо салом гуфт. ташаккур, майлаш. шуам дер намонед, ба хона баргардед, майлаш. хайр набошад. биё